برای محلول سازی و رقیق سازی مایعات از فرمول C1V1 مساوی C2V2 استفاده می‌کنیم. C1 غلظت اولیه، V1 حجم اولیه، C2 غلظت ثانویه و V2 حجم ثانویه میباشد. در این ویدیو می‌خواهیم 250 میلی لیتر محلول 3 مولار هیدروکلوریک اسید از استوک 10 مولار آن بسازیم. با توجه به فرمول حجم اولیه 75 میلی لیتر می‌شود. مواد مورد نیاز شامل آب مقطر و استوک 10 مولار هیدروکلوریک اسید میباشد. در ظرف مورد نظر 75 میلی لیتر از هیدروکلوریک اسید 10 مولار ریخته و 175 میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه می‌کنیم تا به حجم 250 میلی لیتر برسد. در نهایت هیدروکلوریک اسید و آب مقطر را به خوبی مخلوط می‌کنیم تا غلظت مورد نظر به دست آید. در قسمت بعد آموزش محلول سازی از جامدات را داریم. برای محلول سازی از جامدات از فرمول CM ضرب در M ضرب در V استفاده می‌کنیم. CM غلظت مولار مورد نظر، M جرم مولی ماده جامد و V حجم نهایی مورد نظر ما میباشد. در این ویدیو می‌خواهیم 250 میلی لیتر NaOH 2 مولار از NaOH جامد بسازیم. پس طبق محاسبات باید 2 گرم از NaOH جامد وزن کنیم. مواد مورد نیاز شامل آب مقطر و NaOH جامد می باشد. 2 گرم از NaOH جامد را وزن کرده و آن را در ظرف مورد نظر می ریزیم. به آن 250 میلی لیتر آب مقطر اضافه کرده سپس ترکیب مورد نظر را شیک می کنیم تا به خوبی حل شود و NaOH 2 مولار به دست آید.